سلام دوستان عزیز، چنانچه گفتیم ما امروز آمدیم لبی ساحل یا که لبی ساحلی اقیانوسی اتلانتیک شهر باردو و من فعلا قرار دارم در لبی ساحل و در همو چی میگه لبی که جایی که مثلا تمام کافه و رستوران ها و دیگر اینجا ساخته شدم و در خدمت خلقم و ما هم یک چی میگن چیزی سفید یافتم در گردنم پرتافتم تا که خدمت افتو محافظت کنم و میریم دیگه طرف با ما باشید دوستان، ببینیم که از این برنامه چی چیزا میبراید و یک جای تماشا کنیم. با ما باشید بریم با هم این برنامه را یک جای ببینیم. خیلی جای زیبا هم است، جای دیدنی و اون طرف هم ساحل است. عزیز موسم بالنا یا موج اقیانوس شروع شد ساعت 4 بعد از ظهر بعد پیشین نگاه کنید دریا رو ببین بالنا رو ببین ایسی بیو دان تا پوش آب نخری باور کی روی پاسان نگه دیدم یا محیط دیدم میگن نگاه کن والا اومد هستی والا رو پیشی بد نره دوستانی عزیز. این هم چی میگن نقشه همه اقیانوس در اینجا برنامه‌ای گذاشته شده است و در وقت‌های فورس ماژور یا که اگه حالت‌هایی که سرزد باید چیکار کنی اینجا همش برنامه‌ای گذاشته شده است. من بهتون که اینجا ببینید و چیکنید اینجا ببینید این هم بحری که اقیانوسی اتلانتیک بربر همش گفتی که پا آدم ها میان توریست ها و نمیفهم بسیادر در اینجا مردمی آلمانی را دیدیم، مردمی بلژیک را دیدیم، بلژیکی، مردمی پرتغال، مردمی نمیفهم انگلیتر خیلی زیاد بود است. ایرا بی خیلی آدم زیاده همین در رفتگی چندین کیلومتر لولبی همین ساحلی اقیانوس مردم میان گفتی گپا که وای میکنن. این هم خانه ها یا همون هتل که در لبی ساحل جایگاه شده هم دیگه این طرف دوستان چنانچه گفتیم هتل و گستنس ها که مردم میان در اینجا نامر میگیرن و دیف میکنن. دوستان عزیز در این هم لبی دریا لبی ساحلی اقیانوس اتلانتیک این هم به یک حساب بازارچه همو لبی ساحل هم ایسته پیدا میکنی اینجا ستفاره از دیگر لباسا سرککی تا خراکت تا لوازم های شیناواری آبازی شیناواری اینجا پیدا میشه. این چی هم بود است اینجا ما زانتی کفتیم زانتی که نه 25 یورو دونش که در بازار 5 یورو در دون شهر در لبی ساحل 25 یورو 5 برابر زیادتر. خب اینجا بازار چم است، اینجا هم جای
کدام صحنه سزون بیاین کنسل پنسل و اینجا جای بازی دلخوشی کودکانه. ببینید هر نمود ماشین های بازی هست. این طرف هم خیلی مهمانخانه ها و گسترچه های 5 ستاره و 3 ستاره و 7 ستاره در این ساحل هست. خیلی جالب. اینجا هم خیلی سکورتی گرفتگی های پلیس هم هست، مثلا آمبولانس هم هست. این طرف هم مردم در همه رستوران قهوه خانه ها ششتن نوش جان میکنن. دوستان عزیز هم کافه و رستوران های لبه ساحل و اینجا مجسمه های چی میگن آب بازی در اینجا ماندگی هست. کلونچه ای هم ساحل لبی ساحل لبی ای آدم هایی ماشاءالله. آدم ها بی تماشا بینه بی سیاه و توریست هم بینه در یک سیزن ایروی میلیون دیگه کم خبر کارا ما اینجا رو بی چقدر زیبا. دوستان عزیز خیلی هم امروز روز استراحتی است، چنانچه گفتیم در پیشتره که در فرانسه تعطیل تابستانه کودکان تعطیل مکتبی است، یعنی خیلی مردم برای آبازی و برای وقتی خوبشون گذراندن میان لب ساحل. اینجا هم چون جنوب اینجا همه مهمانخانه ها و پارکینگ های برای ماشین ها. این لب ساحل، این بحر این طرف. به طرف هم ساحل های یا که چی میگن اقیانوس. ببینین چقدر کلان هم هست، چقدر آدم هم بینین. همین چند کیلومتر لب یعنی ساحل اینجا پلیاژ هم با اون طرف پلیاژی با گفتی که با بزید کسانی که دیگه پلیاژ هم میفهمن و این طرف خب پلیاژ های نرمال. ما هم میگه کودک‌ها تعطیل تابستانه دارن آوردیم شو برای یا آبازی کنن نگاه کنن. میرم دیگه طرفای پلیاژ. مصطفی مصطفی